با اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، دعوای چهره‌های شناخته از قرار زینه اول دادگاه بعد از 13 فوریه به زینه کاساسیونی دادگاه عالی سپرده شده است. همه 9 نفر از آنهایی که در دایره پرونده تبدلات به سالهای طولانی زندان محکوم شدند، از بالای قرار دادگاه شکایت بردند. به اطلاع یک منبع ما در دادگاه عالی، یک قسم محکوم شده ها هفته گذشته و چند نفر دیگر 17 فوریه شکایت خود را به دادگاه عالی سپاریدند. پیوندان 3 نفر از محکوم شده ها هم به رادیوی آزادی گفتند از حکم دادگاه شکایت کردند. دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 9 نفر را با اتهام خیانت به دولت و قصد تبدلات از 8 تا 27 سال به زندان محکوم کرد. همه آنها در دادگاه اتهام قصد تبدلات دولتی را رد کرده بودند. پرونده کوشش تبدلات و غصب قدرت در تاجیکستان در ماه ایون سال 2024 با بازداشت رئیس حزب دموکرات و وکیل پارلمان سید جعفر عثمانزاده آغاز شد. آنها با کوشش به زور گرفتن حکومت، برانگیختن کینه عداوت، قلابی و خیانت به دولت گناهکار شدند، هرچند خودشان از آغاز اتهام را رد کرده بودند. مرافعه این افراد پس درهای بسته و بدون حضور پیوندان گمانبران برگزار شد. با وجود واکنش‌های زیاد، نمایندگان دادستانی کل و هم دادگاه عالی درباره قضیه جزئیات نمی‌دهند و میگویند که پرونده مخفی است. آشکار نشدن جزئیات پرونده و پس درهای بسته برگزار شدن مرافعه گمانزدها در پرونده تبدلات، شبهه و گمان را به حرفهای مقامات به وجود آورده است. مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.